الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. ای برادر روزدار و خواهر روزدارم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد، الله سبحانه و تعالی در کتاب عزیزش در سوره مؤمنون میفرماید: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. آیا گمان کردید که ما شما رو بیهوده آفریدیم و شما با سوی ما بازگردنده نیستید؟ از این آیه کریمه که تلاوت کرده شد برمی آید که وقت زندگی انسان است. یا شما گمان کردید که ما شما رو بیهوده آفریدیم و شما با سوی ما بازگردنده نیستید یا که نمیشوید. پس این نقطه اگر ما اهمیت ویژه‌ای بدهیم، بیان است که برای انسان در زندگی، در حیات انسان، وقت یک مکانت خاصی دارد و مسلمان از همه بیشتر باید تلاش کند که وقت خود را در نیکویی استفاده برد و آنچه که او را پروردگارش الله عز و جل بر او امر کرده است از او اوامر اطاعت کننده باشد و از نهیهای او دور باشد و تلاش نماید آن اعمال را انجام بدهد که او را به پروردگار نزدیک نماید، نه اینکه او را از الله سبحانه و تعالی دور بسازد. و بنده میتواند راهها و واسطه های گوناگون را از برای نزدیک شدن به پروردگارش استفاده برد. برای همین اگر هر کسی که این وقت مبارکش را ضایع کند، از دست بدهد، گویا این که زندگی خود را ضایع کرده است، از دست داده است. و این واقعیت هم درست است. شاید 1 ساعت ضایع شود، شاید ساعت دیگر هم ضایع بگردد و ساعتهای گوناگون از انسان ضایع میگردد. برای همین این نقطه به یاد انسان می آید که از جانب الله سبحانه و تعالی کمک لازم است. از او سبحانه و تعالی تو کمک بی‌طلبی، چون تنها الله است که قادر است که بر تو یاری بدهد تا اینکه تو این حیاتت را نیکو بگردانی. برای همین شخص مسلمان وقت خود را در اطاعت خالق خودش بگذراند، در اطاعت خالق خودش صرف کند و راه پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی نماید، با عملهای صالح و گفتار نیک، مخصوصا این ماه مبارک رمضان که نزدیک شده ایستاده است، تا تربیه نیکو یابد، تا از جمله غافلان قرار نگیرد. زیرا کشتن وقت، صرف نمودن وی در جاهایی که نباید صرفش نماید، انسان رو به سوی تهلکه میرساند. به مانند این که بعضی از مردم در ماه مبارک رمضان خوابیدن طولانی را دوست می‌دارند به خاطر سپری کردن وقت خود، روز خود، یا با مشغول شدن زیاده روی در بازی‌های دلخوشگذرانی‌ها ساعت‌های شب و طولانی را می‌گذرانند. همه این چیزها برادران و خواهران گرامی باعث زیان آشکار در این دنیا و خسارت و پشیمانی در روز قیامت می‌گردد. ماه مبارک رمضان ماه خواب رفتن یا که بازی و شوخی و نمیدونم دلخوشگذرانی ها یا تماشای فیلم های نمیدونم سریال ها و دیگر چیزها نیست.
اگر این را انجام دادی پس یقین میگم که تو راه هلاکت رو پیش گرفتی. از این رو برای هر یک مسلمان لازم است که در بیان تنظیم وقت خود عادت کند و این کارهای خود را ترتیب بدهد. وقتی خواب و بیداری، خوراک و نوشاکی، عبادت ها، در آمدن و برآمدها، همه اینها را یک ترتیب و نظام بدارد. و شرط نیست این ترتیب و نظام ها را در یک ورق نوشته کنی، بلکه برای انسان بسنده است که این را در ذهنش جایگزین نماید. چون بهترین مردم، بهترین کسان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و این اشرفترین خلق برای ما وصیت و نصیحت کرده فرمودند. چون در روایت بخاری است، گفته که نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، دو نعمت عظیم و بزرگ است که بیشتری از مردم در آن بی‌پروا و بی اهمیت هستند. الصحة و الفراغ، تندرستی و وقتهای خالگی. میبینی بیشتری از مردم که بدنشون سالم است ولی بیکار می نشینن، کاری نمیکنن، وقت گذرانی میکنن. از اینکه وقت رو استفاده برن، بلکه وقت رو صرفه میکنن در کارهایی که برای آنها نه در دینشون نه در دنیاشون فایده میرسند. برای همین بعضی از حکما گفتن که لیست الساعة الذهبية التي تحملها في يدك، ساعت طلایی آن نیست که در دست خود میبینی، در دست خود آن را میگیری میبرداری، بل هي الساعة التي تحمل فيها شيئا مفيدا، بلکه آن ساعت است که در آن چیزی سودمند رو تو میگیری یا که انجام میدهی. پس حقیقت آن است که زندگی دقیقه های است که از ما و شما سپری می شود. و بعضی از مردم گفتن که الوقت کالسیف، وقت مثل شمشیر است، این لم تقطعه قطعک، اگر او رو تو قطع نکنی، کنده نکنی، نبری، پس حتما تو رو میبرد. اگر تو این وقت رو استفاده نبرده، از حتما وقتی تو رو میدزدد. اگر این وقت رو شاهد کار خود قرار ندادی، پس وی بر ضد تو شاهد میگردد. برای همین برادران و خواهران گرامی، ضایع کردن وقتها در غیر رضای الله سبحانه و تعالی، این برای انسان خطر دارد در این دنیا و آخرتش. یک خطر عظیمی هست برای انسان در دنیا و آخرتش. پس این روزهای مبارک که رسیده ایستادن، با جد و جهد، با کوشش و تلاش، با مسابقه های نیکو در کارهای صالح، ادای واجبات های دینی و دوری از گناه ها غنیمت بشماریم و همچنین از شبهای این ماه هم بهره بگیریم. زیرا مؤمنان، مسلمانان در یک سال یک ماه این موسم عبادت ها دارند که با اطاعت و قربات ها و پروردگارشون نزدیک میگردند و بیان افزایش حسنات و ثوابهای آنها باید کوشش نمایند. از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که بر ما و بر شما خواهران و برادران در وقتهای آن برکت بدهد، ما را در بیان انجام کارهای نیک موفق بگرداند و توفیق بدهد که از کارهای بد و ناشایسته دوری بجوییم. و حمد و سپاس و ستایش مخصوص پروردگار عالمیان است. پس رمضان ماه اخلاق است. رمضان ماه اخلاق است.
پس ای برادری روزدارم و ای خواهر روزدارم، اخلاق نیک یکی از جنبه های مهمی هستی امت اسلامی است. یک مرکز دوره است، یک سنگ اساسی است، یک عنصر فعال است در حیات زندگی انسان. همین است که اسلام به تربیه اخلاقی یک توجه بسیار ویژه داده است، تا آنجایی که الله سبحانه و تعالی معلم این امت پیامبر صلی الله علیه و سلم را چنین وصف کرده می‌فرماید که و انک لعلی خلق عظیم، به درستی که به تحقیق بدون شک و تردید بیگمان که تو ای پیامبر چی یک دارای اخلاق نیکویی هستی، اخلاق بزرگی هستی. در سوره قلم. پس از اینجا برمیآید که این ماه مبارک رمضان باید ماه اخلاق هم قرار بگیرد، به راستگویی، اصلاح نفس، ترک بدیها، اصلاح نقصانها. این است که در این انسان رضای الله سبحانه و تعالی را نائل می‌گردد. همین است که اسلام ما را به تربیه اسلامی راهنمایی کرده است، به نیکوکاری، با صبر، خواستگاری، تحمل، بخشش و عفو، پند گرفتن، پند دادن، برادری و از همه این بالاتر بازگشت به سوی الله سبحانه و تعالی و توبه به سوی او. سپس سخاوتمندی در این ماه مبارک، با صدقه، با معامله خوش. به درستی کلمه نیک این صدقه است، چون که رسول الله گفتند الکلمة الطیبة صدقه. رحمت و مهربانی، نرمی و دوستی، دوست داشتن دوستان الله و دشمنی کردن، دشمن گرفتن دشمنان الله و همچنین امانتداری و غیر از این اخلاق‌های هست که انسان در این ماه اگر در غیر این ماه اگر این را نداشت، در این ماه خود را بر این چیزها تربیت نماید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که المسلم من سلم مسلمون من لسانه و یده. مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او سلامت بماند. در روایت بخاری است. پس این روزه ماه رمضان برادران گرامی و خواهران گرامی قدر، مسلمان را از آن که از گرسنگی و تشنگی من می‌سازد و همچنین از اخلاق‌های رذیله باز من بسازد. نه تنها این ماه گرسنگی و تشنگی است، با اینکه این امر واجب است که ما این را انجام بدهیم، از صبح صادق تا غروب شمس چیز نخوریم، نه آشامیم و همچنین بد اخلاقی هم نداشته باشیم. چون سبب رنجش دل بندگان الله میگردد، سبب تنگی سینه ها میگردد، به مثل جنجال و دعواها کردن، بحث و تلاش ها کردن، خصومت نمودن، یا اینکه بعضی از مردم هستن که این ماه را ماه شب گذرانی، شب زنده‌داری قرار، این ماه را ماه شب گذرانی یا که شب زنده‌داری، ماه غفلت قرار میگن. بعد دیگه اصطلاح اگر بگیریم، همه این اساس این از آنجا پی میآید در میآید که انسان آماده نشده است به این ماه مبارک، یا انسان فراموش میکند از این اخلاق یا خود را به فراموشی میزند. دومش بدتر است، خود را بر فراموشی میزند، این بر خلاف حقیقت کارها قرار میگیرد.
پس این روزه مبارک بدونید که این روزه یک عبادت عظیم است که انسان را به سوی صبر، به سوی توانایی تحمل سخنان راهنمایی میکند، به سوی بخشش و به سوی بازداشتن نفس خود از هر گونه چیزی که لایق شایسته نیست، از خشم و دیگر چیزها. پس ای برادر روزدار و خواهر روزدارم، پس این سخن که ما فقط روزه داریم، ما روزدار هستیم، اگر بر رفتار شما تأثیر نکند، تنها نوشیدن و از نوشیدن بازداشتن، از خوردن بازداشتن برای انسان هیچ معنی نمیدهد. روزدار واقعی شدن لازم. الله سبحانه و تعالی با سوی اخلاق نیک ما را راهنمایی کند. این سخنان رو به خاطر آن ما در این نقطه بیان کردیم که در ماه مبارک رمضان مردم از اخلاق نیکویی که قرآن و سنت ما را به سوی آن راهنمایی میکنند از این دور شدگی هستند، دور هستند. بر عصبیت میافتند، بر جنگ و جنجال، در حالی که روزه ما را برعکس این به سوی برعکس این راهنمایی میکند. لعلکم تتقون، باشد که شما از جمله پرهیزگاران با تقوایان قرار بگیرید. پس کجاست آن روزه که می‌داری تو رو از اهل تقوا قرار بدهد، تو رو به سوی صبر و تحمل راهنمایی نماید؟ چون بعضی از مردم که بیشتر از مردم خواستن مردان در ماه مبارک رمضان غضب و دشنام و دیگر سخنهای زشت از زبان آنها میبراید، در حالی که تمام کار و زن بیچاره در خانه انجام میدهد و نکند که اگر یک لحظه یک ثانیه دیر شود آبی وی که طعامی وی، یا اینکه در سحر خود هم یک انسان در خواب رفت، در خواب ماند، نباید غضب آلود شد، نباید غضب کرد، بلکه الحمدلله گفت. عصبی شدن در این حالات سبب ناتوانی انسان رو نشان میدهد، به تحمل آن را نشان میدهد، حالان که روزه برعکس این انسان رو با سوی صبر و تحمل و تربیت راهنمایی میکند، با سوی قدرت اداره کردن اراده خود، با سوی قدرت تنظیم اخلاق خود و احساسات خود. چگونه که در روایت بخاری و مسلم است از رسول صلی الله علیه وسلم که بیان کردن که هرگاه یکی از شما روزه باشد پس سخنی قبیح نگوید و جاهلانه رفتار هم نکند، گفتن صلی الله علیه وسلم. و هر کی اگر او را دشنام داد یا با او جنجال کرد فلیقول، پس بگوید این صائم، من روزدار هستم، بگوید من روزدار هستم، یا که این امرؤ صائم، من انسان روزدار هستم. الله سبحانه و تعالی بر ما اخلاق نیکو عطا فرماید و توفیق بدهد که آن چیزی که میشنویم بهترینش را بگیریم. و همچنین نقطه دیگری که میخوام بیان نمایم بیان اقتصاد، یعنی میانه روی در ماه رمضان. پس ای برادر و خواهر گرامی، الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ای فرزندان آدم زینت خود را هنگام هر عبادتگاه، هنگام به سوی مسجد برآمدن بگیرید، خود را زینت بدهید، خود را آرا بدهید. و کلوا و اشربوا و بخورید و بیاشامید
ولا تسرفوا ولیکن اسراف کاری نکنید، انه لا یحب المسرفین، به درستی که الله اسرافکاران را دوست نمی‌دارد. سوره اعراف. پس از این نقطه آیت کریمه برمی آید که بر مسلمان لازم است که از اسراف و از زیاده روی در خوردن و نوشیدن پرهیزکاری نماید. چون این ماه مبارک رمضان، ماه روزه، یک فرصت است برای تربیه سالم جسمانی و بدن. حتی طبیبان قرار دادند که این روزه داشتن برای بدن فایده های خیلی زیادی دارد، بسیار فایده بخش است. این دستگاه هاضمه‌ای که در داخل انسان است آن را آرام می‌کند، به این پرده ها و این بافته های بدن منفیت می‌بخشد و امکان پاک ساختن بدن را از روغنی ها و هر چیز دور می‌سازد. و آن در طول سال که زیاده افزایش چرب و هر چیزی که در بدن انسان پیدا شده است، آن نشو یافته است، آنها را دور می‌سازد. پس در این فایده هایی که در جسم انسان است برای پاکسازی بدن و از آن پسمانده هایی که در جسم انسان غذا شده است، و این با فضل و اراده الله سبحانه و تعالی و کرم اوست که برای بندگان شفا است. بیماری های جسمانی و بیماری های روحی رو حتی طبیبان توصیه میدهند. و همچنین این روزه آرام گردانیدن بدن انسان، روح انسان، جسم انسان، افکار انسان از میل کردنی ها و شکستن شدت این شهوت ها یک نقش کلانی را در حیات انسان می‌بازد. و علاوه بر این روزه ماه مبارک، روزه رمضان، وسوسه های شیطانی را از انسان دور می‌کند و شهوت های حیوانی را ضعیف می‌گرداند و این ذخیره های فطری را زیر کنترل، زیر اداره قرار می‌دهد. برای همین روزه داشتن برای انسان درس است. منفیت های تربیوی مسلمان در این پیشه می‌کند و انسان تربیت می‌یابد که در خوردن زیاده روی نمی‌کند، چون خوردن زیادتی انسان را به سوی گناه می‌کشاند. از حد نوع‌های گوناگون خوراک هم دست می‌کشد و همچنین ترتیب دادن وقت‌های خود در خوردن و نوشیدن به سوی آن دعوت می‌کند و همچنین از آمیخته کردن خوراک‌ها بالای هم با هم، چون همه این باعث ضرر سلامتی انسان می‌گردد. باعث ضرر سلامتی انسان می‌گردد. همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که ما مال ابن آدم وعاء شرا من بطنه. آدمی هیچ ظرفی را بدتر از شکمش دیده پر نکرده است. بحسب ابن آدم، برای فرزند آدم، لقیمات، برای فرزند آدم چند لقمه لازم است که پشتش را راست کند، پشتش را راست نگاه دارد، کافی است. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه. اگر ناگزیر باشد پس سه آن را برای غذا و سه آن را برای نوشیدن و سه آن را برای نفسش خالی نگاه بدارد. روایت احمد و نسائی و ترمذی است. و چه زیباست گفته است یک گوینده
که میفرماید بیماری پیش از هر چیزی که میبینی از خوراک و نوشاکی است. یعنی بیشتر از بیماری ها از خوراکی ها و نوشاکی ها قرار میگیرد. پس برای ما خواستن پدران و مادران لازم است که در مورد خوراک اقتصاد رو پیش بگیریم. در خوردن و نوشیدن، در تربیه فرزندان سهمی داشته باشیم، چی در ماه رمضان و چی در غیر ماه رمضان. و این از هدیه رسول الله صلی الله علیه و سلم است که نه شکم خود را بسیار سیر میکردن، نه گرسنه بد هم میماندن، بسیار هم نمیخوردن و بسیار هم نمی آشامیدن. پس ماه رمضان این موسم بسیار خوردن و نوشیدن قرار ندهیم این ماه را، بلکه این گرسنگی ما و شمایان باید سبب قرار بگیرد که ما از فقیران و مسکینان و بیچارگان با خبر بگردیم از حال آنها، بلکه این ماه را یک فرصت برای نزدیک شدن و تقوای الهی و از سلامتی بدن خود که بعد رمضان توانیم باز عبادت او الله سبحانه و تعالی بیشتر و زیادتر نماییم. دور کردن زهرها از جسم خود، پاک کردن معده، چون همه این برای انسان کمک می‌نماید برای بالاروی روحیه بلند انسان و همت انسان و اطاعت و فرمانبرداری بنده رو از پروردگارش زیاده می‌گرداند و با واسطه روزه انسان افزایش می‌یابد در نیکومندیش. و روزه و ماه رمضان ماهی است که تنگ دستی رو از بین میبرد، فقیری رو از بین میبرد، بخیلی رو هم از بین باید ببرد. نه تنها نسبت اهل خانوادهش اهمیت بدهد، بلکه بر همسایگان و بیچارگان نیز فکر آنها رو نماید. این از هدیه نبوت مبارک رسول صلی الله علیه و سلم بر ما و شمایان، میانه روی و معتدلی در همه کارها، در تمام حیات زندگی. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله آن کسانی بگرداند که هر سخنی را که میشنوند از بهترین آن پیروی نمایند و بر همه ما توفیق بدهد به درستی قول و سخن و راهنمایی بر راهنمود رسول صلی الله علیه و سلم و ما را به راه راست هدایت نماید. الحمدلله رب العالمین. این بود نقطه های در بیان رساله های رمضانی. اما نقطه دوم که ما باید با همراه شما صحبت نماییم، گفتیم سوال و جواب در بیان احکام ماه مبارک رمضان. اولا در باب اول برادران و خواهران گرامی احکام عمومی درباره این روزه بیان می نماییم و سپس داخل می شویم بر سوالهای بعدی که می آید. سوال اولی که در اینجا مطرح می شود، اولا معلومات عمومی درباره رمضان. سوال اول، هل كان الصيام مشروعا لأمم قبلنا؟ می‌فرماید که آیا روزه برای امتان پیشین هم مشروع، یعنی که شرعی تعیین شده بود یا نه؟ جواب بله.
روزه برای امتان پیشین هم فرض قرار داده شده بود و دلیل اون قول الله سبحانه و تعالی است. در سوره بقره آیه 183 می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، بر شما روزه فرض قرار داده شد، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چگونه که بر امتان پیشین هم فرض قرار داشته بود، لعلکم تتقون، باشد که شما از جمله و زمره پرهیزگاران قرار بگیرید. پس معلوم میشد که روزه نه تنها برای این امت بلکه بر امتان پیشین هم فرض بود و بر این امت هم فرض قرار داده شده بود. سوال دیگر، یقال ان الصیام رمضان لم یکن واجبا علی الناس، گفته می شود که روزه ماه رمضان اولا بر مسلمانان واجب نبود، فرض نبود. یعنی جواب بله، درست است. اینکه روزه ماه رمضان در اول این فرض نبود، بلکه اولین روزه که بر مسلمانان فرض شده بود این روزه عاشورا است. روزه عاشورا بر مسلمانان فرض گشته بود، چگونه که از عایشه رضی الله عنها در صحیح مسلم روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله روزه ماه عاشورا را روزه می‌داشتند. هنگامی که بر مدینه منوره هجرت کردند، مردم رو امر کردند بر روزه داشتن ماه عاشورا، روز عاشورا امر کردند. و هنگامی که روزه ماه رمضان فرض شد، پس آن روزه برای امت مستحب گشت. کسی خواست روزه بدارد، کسی نخواست روزه ندارد. گفته حدیثی کشته است. سوال نوبتی، کیف بدأ الامر بصیام رمضان، چگونه امر یعنی فرضیت روزه رمضان آغاز یافت؟ هنگامی که الله سبحانه و تعالی این آیه مبارکه را نازل کرد در سوره بقره که تلاوت کرده شد، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آورده اید، خطاب است به مؤمنان، روزه ماه رمضان برای شما کتبه که فرض فرض گردانده شد. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چگونه که بر امتون پیشین هم فرض گردانده شده بود بر شما هم فرض شده است. لعلکم تتقون، باشد که شما از جمله پرهیزگاران باشید. تا قول الله سبحانه و تعالی را که وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، و بر کسانی که با دشواری توانایی روزه داشتن را دارند، فدیه طعام، یک مسکین طعام بدهند. برای مسکینان و مسافران و غیره که توان آن را ندارند، پس چکار می‌نمایند؟ مسکین را طعام می‌دهند در عوض وی. تا اینجا را پس آنگاه هر کس میخواست روزه میداشت و هر کس میخواست یک مسکین را طعام میداد در اول رمضان، در اول فرض شدن ماه رمضان. کسی میخواست روزه میداشت و کسی نمیخواست یک مسکین را طعام میداد. و سپس بعد این قول الله سبحانه و تعالی نازل شد، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه رمضان ماه است که در این قرآن نازل شده است، تا قول الله سبحانه و تعالی که فمن شهد منكم الشهر فليصمه، و هر کسی که از شما این ماه را دریافت البته حتما که آن را روزه بدارد. و در اینجا الله سبحانه و تعالی فرضیت این روزه را دیگه برای هر کسی حتمی قرار داد. پس اول عاشورا بود، سپس فرض گشت ماه روزه رمضان، ولی که نه برای همه، کسی که اراده خواستن داشت بگیرد، کسی نداشت نگیرد. و سپس بعد این آیه که شهر رمضان، ماه رمضان که ماه قرآن است، برای شما قرآن نازل شده در این ماه، هر کسی که این ماه را دریافت حتما روزه بدارد. در اینجا دیگه روزه برای هر کسی حتمی شد. دیگه کسی بخواد بگیرد، کسی نخواد نگیرد، نه، برای همه روزه اثبات شد که برای همه روزه لازم است. پس روزه برای شخص سالم و مقیم حتمی گردید.
و برای بیمار و مسافر رخصت داده شد. در اینجا باز برای بیمار و مسافر در اینجا رخصت داده شد. یا برای پیری که روزه گرفتن طاقت آن ندارد، در عوض آن طعام مسکین را طعام می‌دهد. چون یک در روایت احمد و ابی داود و بیهقی و اصحاب سنن ذکر شده است. و قول الله سبحانه و تعالی در این مورد هم هست. سوال نوبتی گفته می شود که در آغاز فرضیت روزه سخت بود. در آغاز که روزه فرض گشت این دشوار بود، سخت بود. بعداً رخصت سبکی آمد. این چگونه رخصت آمد و چگونه سبکی آمد؟ بله، رخصت با سبب‌های زیاد وارد شد در شریعت اسلامی. الله اون را برای بندگانش رخصت قرار داد. از جمله قصه این رخصت می‌فرماید که ان رجل من الانصار، این که یک مرد از انصاری ها، یقال له، بر وی گفته می شود، نامش یعنی مرد از انصاری، قیس ابن سرمه. این انصاری قیس ابن سرمه ظل یعمل و کان صائما حتی امسا. می‌فرماید وقتی این قیس ابن سرمه روزانه کار میکرد، حتی روزانه تا به شام کار کرد. شام شد، وقتی بر خانه‌اش برگشت، به نزد اهلش آمد، نماز شام را خواند. وقتی که نماز شام را خواند خوابش برد. آمد از زنش پرسید که یگم طعام داری، یگم شراب داری؟ گفت از طعام را میارن. زنش از برای طعام رفت آمد که شوهرش خوابش برده است. شام را خواند و خوابش برد از خستگی و شرپری. و تا صبح خوابش بود، طعام نخورد و ننوشید. و هنگامی که صبح دمید باز روزه‌اش رو ادامه داد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگام این رو دید، این قیس رو دید، در حالی که سخت زحمت کشیده بود، خسته بود. به او گفت برای چی تو رو میبینم که بسیار سخت زحمت میکشی، سخت زحمت کشیده ایستادی، حالت لاغر شده، از خسته شده ای. گفت ای رسول الله، دیروز کار میکردم، وقتی که نزد اهلم آمدم بیهوش شده افتادم و خوابم برد و تا صبح چیزی نخوردم و صبح همونطور روزه را داشتم. پس الله سبحانه و تعالی در اینجا این آیه کریمه را نازل کرد، ثم اتیموا الصیام الی اللیل. که یعنی و حالا بخورید بنوشید تا شب، در روایت احمد، ابی داود و بیهقی. یعنی که الله سبحانه و تعالی در اینجا برای مردان، برای انسان‌ها، برای مسلمانان اجازه داد تا اینکه شب بخورند و با زنهای خود نزدیکی نمایند. این احکام یعنی نازل شد. این احکام نازل شد. روایت احمد و بیهقی است، ابی داود هم چنین. سوال نوبتی، من این جاء تسمیه برمضان، پس این نام رمضان از کجا آمده است؟ نام رمضان که ما میگوییم ماه رمضان، این نام از کجا آمده است؟ چگونه نامگذاری شده است؟ گفته شده است که ماه رمضان در قدیم به معنای ناطق نام داشت. ناطق، ماه رمضان را به نام ناطق میگفتند، نام داشت. وقتی که عرب ها خواستند نامهای ماهای قدیم رو دیگر کنند، ماها رو تغییر بدهند، نامگذاری کنند، موافق بر فهم خود آن ماها رو نام گذاشتند. هر ماه را وابسته بر همون حالتش نام گذاشتند، نامگذاری کردند. و این ماه رمضان، هنگامی که ماه رمضان را که ناطق نام داشت، این را خواستند نامگذاری کنند، این ماه گرمی و سوزش
با سوزش گرمی راست آمد. برای همین این ماه را ماه رمضان نامیدند. و همچنین گفته شده است که این ماه را به خاطر آن ماه رمضان نامیدند که در این ماه مبارک گناه ها سوخته نابود می‌گردد. گناه ها از بین می‌رود. پس متى فرض صيام رمضان على المسلمین، پس ماه رمضان بر مسلمانان کی فرض گردانده شد؟ این ماه مبارک بر مسلمانان کی فرض گردانده شد؟ این ماه مبارک بر مسلمانان در سال دومی از هجری، بعد آنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مدینه منوره هجرت کردند، 2 سال بعد از هجرت روزه بر مؤمنان فرض قرار داده شد. کم رمضان صام نبی، پس چند رمضان رسول الله روزه داشتند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم 9 رمضان را روزه داشتند. 9 رمضان بعد فرضیت ماه رمضان 9 رمضان با مؤمنان روزه داشتند. ما معنی کتب فی قوله تعالی، میفرماید که سوال نوبتی معنای کتبه در قول الله سبحانه و تعالی که کتب علی الذین من قبلکم، کتابت شد بر کسانی که پیش از شما بودن. میگه معنای این کتبه در این قول الله سبحانه و تعالی در این سوره بقره چیست؟ پس معنای کتبه، کتابت این کتابت شرعی است، نوشتن شرعی، یعنی امر شرعیه که الله آن رو بر مؤمنان حتمی قرار داده که فرض گردانده شد. بفرماید لماذا ذکر الله فی الصیام ایام معدودات، چرا درباره روزه الله سبحانه و تعالی روزهای شماریده شده نام نهاد؟ این روزها را چرا روزهای رمضان روزهای شماریده شده ایام معدودات نام نهاد؟ اما در حج باشد گفت اشهر معلومات، گفت ماهای معلوم، گفت در روزه روزهای شماریده شده. به خاطر آنه که زیرا ماهای حج از زمان ابراهیم علیه السلام معلوم بود و وقتی آن شناخته میشد و مردم آن را بعد از ابراهیم علیه السلام و اسماعیل بر خود میراث بردن، این ماهای حج رو با خود میراث بردن، 4 ماه حج. اما ماه رمضان باشد این شرع فرض قرار داده شد، نو این به مردم نو آمد. برای همین روزهای معینی هست که مردم در این روزها روزه می‌دارند. سوال نوبتی این است که آیا با نیت ممکن است که روزه هم برای عبادت باشد و هم برای پرهیزکاری؟ حمیه میگویند اینه که بعضی از مردم روزه را ماه فرضیت رمضان روزه می‌دارن به نیت روزه رمضان و همچنین در این هم چیز ماه پرهیزگاری کردن، ماه خراب شدن مثلا بعضی از مردم است کو. پس این ماه رمضان اگر در این ماه مبارک رمضان افتاد، در ماه رمضان در این وقت افتاد که دختران بر کسی امر بسازند که باید پرهیز نماید، این دو نیت رو با هم جمع نماید اشکال ندارد. همچنین ماه رمضان رو نیت رمضان روزه می‌دارد و همچنین چیز این ماه رو ماه پرهیزگاری قرار می‌دهد از خوردنی ها و نوشیدنی ها، با نیت قوی که این ماه مبارک است، این ماه رو من روزه می‌دارم. از طلوع فجر صادق، روشنایی صادق تا نشستن آفتاب، از خوردنی ها و نوشیدنی ها انسان خود را باز می‌دارد. اگر هر انسانی که از دمیدن صبح صادق تا نشستن آفتاب خود را از خوردنی ها و نوشیدنی ها باز داشت با نیت روزه داشتن این ماه مبارک رمضان، پس این نیت و نیت شرعی است، روزه شرعی، روزه ماه رمضان روزه داشته است.
چون این بنده با واسطه این روزه داشتن با پروردگار نزدیک می شود. و باید دونسته شود که هیچ کس روزه رو نمیگیرد مگر بیان طلب ثواب و رضای او سبحانه و تعالی. اما در بیان بخش دوم اخلاق الصائم، سوال و جواب در بیان اخلاق روزدار، میفرماید که ما الغایة من تشریع الصیام، هدف اساسی فرض گرداندن روزه چی است؟ هدف اساسی فرض گرداندن روزه این چی است؟ جواب: شرع الله الصيام لبلوغ التقوى. الله سبحانه و تعالی روزه رو برای به دست آوردن تقوا فرض گردانده است تا شخص روزه‌دار هنگام رعایت نمودن این روزه به تقوای الهی برسد. چون که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه ماه مبارک، روزه ماه رمضان برای شما فرض گردانده شد، چون که برای امتان پیشین فرض گردانده شده بود، باشد که شما از جمله و زمره پرهیزگاران قرار بگیرید. پس ما المقصود من التقوا، مقصد اساسی تقوا، مقصد از تقوا چیست؟ تقوا چیست؟ یا مقصد از تقوا چیست؟ اساسی تقوا این فرمانهای الله سبحانه و تعالی را به اجرا رساندن و از من کرده های او سبحانه و تعالی دوری جستن است. پس هر کسی که فرمانهای الهی را انجام می‌دهد و از منکده های الله دوری میجد، پس این مرد، این زنی با تقوا و پرهیزگار است. بر این کس انسانی با تقوا گفته می شود. پس هدف اساسی روزه همین است. در روزه تربیت نفس و اصلاح اخلاق و استوار شدن در عبادت الله سبحانه و تعالی و استواری در بیان ترک نهی‌های او سبحانه و تعالی. برای هم باید کوشش کند که ماه رمضان نگذارد مگر اینکه مسلمان در این ماه نفس، اخلاق و رفتارش را تماما دیگرگون می‌سازد. می‌فرماید سوال نوبتی: هل اشار النبی صلی الله علیه و آله الی قضیة التقوى بالنسبة للصائم؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسئله تقوا در روزه اشاره کرده است؟ اشاره کرده هستند؟ بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد یک اشاره عظیمی کردند و فرمودند، چون که روایت بخاری است: من لم یدع قول الزور والعمل به، هر کی سخن دروغ و عمل بر آن دروغ را ترک نکند، هر کی سخن دروغ گفتن را و عمل بر آن دروغ را ترک نکند، لیس لله حاجة، پس الله لیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه، الله به ترک کردن خوردن و نوشیدن او هیچ حاجت نیازی ندارد. پس تلاش نماییم که این ماه را ماه قرار بدهیم که نه تنها ماه منع از خوردن و نوشیدن، بلکه از خصلت‌های رذیله خود را پاک ساختن و از الله سبحانه و تعالی توفیق نیک می‌خواهیم که ما را هدایت نماید که قدم استوار بگذاریم. ما الفوائد المستنبطه من قوله تعالی؟ میگه
فایده هایی که برآورده می شود از قول الله سبحانه و تعالی که ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما رو فرض گردانده شد چون که بر امتان پیشین فرض گردانده شده بود شاید شما از پرهیزگاران قرار بگیرید. چی است؟ اولا یکی از فایده ها از این آیه کریمه بیان اهمیت روزه، بیان نمودن اهمیت روزه این ماه. زیرا الله سبحانه و تعالی آن را بر این امت فرض گردانید و بر امتان پیشین هم این را فرض گردانید. این دلیل مهربانی الله سبحانه و تعالی و محبت او بر بندگانش است و برای هر امت این ماه روزه داشتن لازم حتمی است. و همچنین سبکسازی برای این امت. زیرا این ماه مبارک تنها روزه مکلف شده است نه برای کسانی که توان آن را ندارند، بلکه کسانی که توان آن را دارند و در جانها در بدنها مشقت نشود برای آنها روزه فرض گردید. سبوکی و همچنین اشاره و بر کامل گرداندن این امت است. الله سبحانه و تعالی این امت رو از جهت فضیلت ها کامل گردانید با فرض گرداندن این ماه مبارک. پس سوال می شود که آیا برای فرض شدن روزه حکمت ها سبب هایی هست؟ برای فرض گرداندن این ماه مبارک چه حکمت ها یا چه سبب هایی است؟ بله برادر و خواهر گرامی، برای اینکه الله سبحانه و تعالی این ماه مبارک رو برای ما و شما فرض گردانید حکمت ها و سبب های هم دارد و فایده های زیادی هم دارد. چون این روزه عبادت است که با واسطه آن با پروردگار انسان نزدیک می‌گردد. از نیکوترین فایده و حکمتاش اینکه انسان آن چیزهایی را که دوست می‌دارد در نفسش از خوردنی ها، از نوشیدنی ها، از همخوابگی، همه اینا رو به خاطر رضای الله ترک می‌کند. و دیگری از فایده ها شناخت قدر الله سبحانه و تعالی. چون الله سبحانه و تعالی دسترسی غذا، نوشاکی و نکاح را برای بندگان آسان کرد و انسان در این ماه مبارک شکر این نعمت ها را به جا می آورد و به یاد فقر و فقیری می رسد. به یاد آنها هم می رسد که آنها این چیزها را دسترسی ندارند، بنابراین باید برای آنها صدقه داد. آنها را هم در این ماه کمک کرد آنها تا که خوشحال شوند. و دیگر از فایده ها این مشق برای نظارت نفس و اداره کردن آن. تا اینکه انسان بر آن چیزی که برای منفعت و سعادت اوست با واسطه این تقوا توانا بگردد به آن برسد، یا با واسطه این تقوا از آن چیزی که منع شده است از آن دور باشد. نه مثل حیوان ها از پی خواهشات نفس خود در هر وقت در هر زمان باشد، یا نه مثل حیوان ها زندگی کند از پی لذت ها و ملذت ها از شهوت ها. می‌فرماید هل فی الصیام فواید دنیویه للبدن؟ آیا از برای روزه فایده های دنیوی بدنی هست؟ بله، چون یک در بالا بیان کردیم. ولی در اینجا نقطه را بیان می‌نمایم خواهران و برادران گرامی که شرط این است که این فایده های دنیوی را اساس و هدف اولین قرار ندهد بنده. اگر این فایده های دنیوی را بنده اساس قرار بدهد از فایده های اخروی را از دست می‌دهد.
زیرا این میتواند اخلاص را سوس کند و که از بین ببرد و توجه بنده را از آخرت دور نماید. و گفته بودم که این فایده های اخرى دنیوی سودهای زیاد دارد. سلامتی رو بنده را قوی میکردند از کم غذایی، و ذخیره های قدرت بدنی انسان را و مالی انسان را بیشتر و زیاده میگرداند. پس کدام رویدادهای مهم در این ماه مبارک انجام یافته است؟ جواب: الله سبحانه و تعالی از بزرگترین رویدادهایی که در این ماه مبارک قرار است، در این ماه قرآن را نازل کرده است. نازل شدن قرآن کریم راهنمود برای بشریت از برای متقی ها. جنگ بدر کبرا بزرگ که در سال دوم از هجری، فتح مکه در این روز انجام یافت در رمضان، و همچنین رویدادهای زیادی هم در این ماه مبارک قرار فتح و کارنامه‌های زیادی هم در این ماه مبارک انجام یافته است. بارک الله فیکم. اگر زنده و سلامت باشین در بین فضیلت‌های روزه ماه رمضان سوال و جواب‌هایی هست و سپس بعدا داخل میشیم در بین احکام روزه. ان شاء الله بین احکام روزه داخل میشیم، خیلی سوال جواب رو رفتن میگیریم باذن الله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی موفقیت رو بر ما و شمایان نصیب روزی بگرداند. بارک الله فیکم. اما درس دیگری که ما امروز با همراهی شما داریم برادران و خواهران گرامی، از اصول سنه امام احمد بن حنبل است که الکی این درس هفتم میشود، تقریبا ششم است که هفتم است، رفته ایستاده است از این درس مبارک. الله سبحانه و تعالی زبان ما را بگشاید و بر ما توفیق میدهد. در اینجا در اصول سنه امام احمد بن حنبل ما در موضعی رسیدیم که میفرماید که الایمان قول و عمل. ایمان این قول و عمل است، یزید و ینقص، و زیاد و کم می شود. و قول امام احمد رحمت الله علیه که فرمود که الایمان قول و عمل یزید و ینقص کما جاء فی الخبر. ایمان عبارت از قول و عمل است، کم و زیاد می شود، چنان که در حدیث آمده است اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. از کاملترین مؤمنان کسانی هستند که بهترین اخلاق را دارند. پس در نزد اعتقاد اهل سنت و جماعت ایمان با طاعت زیاد می شود و با نافرمانی و معصیت کم می شود، و هر که اگر خلاف این بگوید، بر خلاف این سخن بگوید، پس از اهل بدعت و بدعتکار است. بعضی اصلا فرمودند که ایمان کم می شود تا آنکه چیزی از او باقی نماند، و ایمان با سبب گناهان هم کم می شود. و علماء رحمت الله علیهم مکروه شماردن اینی که بگویند که ایمان مخلوق است یا غیر مخلوق است. از این بهتر است که در این باره خاموشی را انسان رعایت نماید. و ایمان را اهل سنت و جماعت تعریف کرده، گفتند که قول است با زبان، سخن است با زبان گفتار، اعتقاد است با عقل، و عمل است با رکنها، که با طاعت زیاد می شود با معصیت کم می شود.
پس ایمان این با زبان گفتن، اعتقاد بر قلب کردن و عمل با عضوها با جوارح که با طاعت زیاد میشه و با نافرمانی کم میشود. پس ایمان در نزد اعتقاد اهل سنت و الجماعت اعتراف کردن با قلب، با زبان گفتن و با عمل کردن، با جوارح عمل کردن است. اما اعتراف کردن با قلب باشد، معنی آن دارد که اعتقاد و تصدیق و اقرار و ایقان یقین نمودن به ارکان ایمان و هر آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است. چون که در حدیث جبرائیل آمده است که ایمان آن است که به الله، به ملائکه ها، به فرشتگان، به کتاب ها، به روز آخرت و به تقدیر نیک بعد آن ایمان بیاوری. و ایمان که گفتن با زبان گفتیم، از این رو سخن گفتن با زبان و این کلمه اسلام را اعتراف و اقرار کردن و با طلبات آن عمل نمودن. کلمه لا اله الا گواهی آن است که معبودی بر حق جز الله نیست و محمد رسول الله رسول بر حق است. پس ایمان قول است و عمل است. قول است، قول سخن. ایمان قول است و عمل است. قول قلب است و عمل قلب است. قول قلب است و عمل قلب است. ایمان قول است و عمل است. قول قلب است، عمل قلب است. گفتیم ایمان قول است و عمل است. عمل شما میگیم عمل قلب است، عمل زبان است، عمل جوارح بدن است. فهمو؟ با طاعت زیاد میشه، با معصیت کم میشه. با طاعت زیاد میشه، با معصیت کم میشه. در حدیث ابن عمر رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت است که فرمودند به من فرموده شده است، به من امر شده است، به من امرت ان اقاتل الناس، به من امر شده که من با مردم بجنگم، با مردم جنگ کنم. حتی یشهد ان لا اله الا الله، حتی که گواهی بر این بدهند که معبودی بر حق جز الله نیست و انی رسول الله، و اینکه من رسول الله هستم. یعنی که به من امر کرده شد، الله پیامبر امر کرد که شهادت به لا اله الا الله بدهند. مردم شهادت به لا اله الا الله بدهند. به من امر شد که با مردم بجنگم تا اینکه گواهی بر لا اله الا الله و اینکه من رسول الله هست بدهند و نماز را بر پای بدارند و زکات را بدهند. اگر چنین کنند، اذا فعلوا ذلك، اگر چنین انجام بدهند، حرام میگردد خونهای آنها و مالهای آنها و حساب آنها در نزد الله سبحانه و تعالی است، مگر بر حقش، مگر با حق و حسابشون نزد الله سبحانه و تعالی است. روایت بخاری و مسلم است و همچنین اصحاب سنن روایت کردند. و شیخ عبدالرحمن ابن حسن رحمت الله علیه میفرماید که کسی که گواهی بدهد که هیچ معبود بر حق بجز الله نیست، یعنی هر کی بر این کلمه سخن بگوید در حالی که معنای آن را بداند، کلمه لا اله الا الله را سخن بگوید، با زبان براند، در حالی که معنای آن را هم بداند و با آن عمل بکند باطنا و ظاهرا، چنانکه الله سبحانه و تعالی میفرماید فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، پس بدان، یقین نمو، باور داشته باش که معبودی بر حق جز الله نیست و از گناهان خود آمرزش بطلب، فاستغفر لذنبك و للمؤمنین و المؤمنات، و همچنین از برای مؤمن زنها و مؤمن مردان استغفار طلب نما. والله یعلم متقلبكم و مثواكم، و الله سبحانه و تعالی قرارگاه شما را نیز میداند.
حرکتش مورد میداند که شب در کجا چیکار انجام میدهید یا که در کجا آرامش میگیرید. اما گفتن این کلمه بدون ندانستن معنای آن یا بدون انجام آن برای انسان منفعت و سود نمیبخشد. پس معنای اساسی واقعی این کلمه این بیزاری از شرک است و اخلاص در گفتار و عمل است. قول دل زبان و عمل قلب جوارح. اگر انسان این کلمه را گفت معنی آن را نفهمید، ندانست، بر آن اطمینان نکرد، باوری نکرد، بر آنچه که این کلمه اون را لازم دانسته است آن را انجام نداد، بیزاری از شرک و اخلاص برای الله در گفتار و قول عملش، پس با اتفاق علما این کلمه بیفایده گفته است این کلمه را. و عمل جواری مراد از عمل جواری عملهای ظاهری است در اجرای وظیفه ها و ترک آن چیزهایی که الله منع کرده است. از نگاه جنس اگر بگیریم، خواه عملی باشد خواه قولی زبانی باشد. پس برای همین ایمان قول است با زبان و اعتقاد است با قلب و عمل عضوها جوارح با طاعت زیاد می شود و با نافرمانی کم می گردد. و دلیل افزایش ایمان این قول الله سبحانه و تعالی است که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان کسانی هستند که چون نام الله ذکر کرده شود خوف دلهایشان را فرا میگیرد. و اذا تلیت علیهم آیاته، هنگامی که آیه های الله بر آنها خوانده شود زادتهم ایمانا، ایمان آنها زیاده میگردد. و علی ربهم یتوکلون، و این مؤمنانی که ایمان اینها زیاد میشود اینها کسانی هستند که بر پروردگار خود توکل کننده هستند. و قول الله سبحانه و تعالی که و اذا ما انزلت سوره، و چون سوره نازل شود فمنهم من یقول ایکم زاده ایمانا، بعضی از منافقان که قصد انکار و تمسخر رو دارن میپرسند این سوره ایمانی کسی است که کدام از شما رو افزود زیاده کرد. فاما الذين آمنوا، و اما آن کسانی که ایمان آوردن فزادهم ایمانا، ایمانی آنها را الله زیاده کرد. و هم یستبشرون، الله برایشان ایمان و یقین نیک را ارزانی نموده است، برای آنها بشارت است. و دلیل بر آن که ایمان با طاعت و عبادت زیاد می شود و گناه و معصیت نافرمانی کم می شود قول رسول صلی الله علیه و آله همچنین که گفتن هر که از شما اگر بدی رو ببیند آن را با دست تغییر بدهد، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، کسی که شما منکر را دید با دست آن تغییر بدهد. فإن لم يستطع، اگر توان آن را ندارد فبلسانه، با زبان شما تغییر بدهد. فإن لم يستطع، اگر توان آن را هم نداشت بیچاره مسکین فبقلبه، با قلبش بد بیند. فذلك اضعف الایمان، پس این ضعیفترین ایمان است. گفتن صلی الله علیه و سلم. روایت مسلم و اصحاب سنن این روایت کرده هستند. عبدالله ابن احمد رحمت الله علیه میگوید که از پدرم شنیدم که هنگامی که از او این را پرسیدند گفت ما میگوییم که ایمان عبارت است از قول و عمل، کم و زیاد می شود. از بس که زنا میکند و شراب می‌نوشد اینا ایمانش کم می شود. در سنه از عبدالله ابن احمد در صفحه 599. و اسحاق ابن حانی نیساپوری روایت کرده است، می‌فرماید که شنیدم که امام احمد فرمودند مردم را یافتیم چنان که میگفتند ایمان قول و عمل است که کم و زیاد می شود.
و نیت باید خالصانه قرار بگیرد. و آجوری از عبدالرزاق سنانی رحمهم الله روایت کرده است که فرمودند که از مالک، از اوزاعی، از ابن جریج، از ثوری، از معمر شنیدم که میگوید ایمان قول و عمل است، کم و زیاد می شود. در الشریعه صفحه 17 و حاکم در شعار اهل حدیث صفحه 33 ذکر نمودند. و خلال با سند صحیح از امام احمد روایت میکند که فرمودند یحیی ابن سعید افزودن و کم شدن ایمان را خوب و نیکو میشمردند و بر آن ایمان اعتقاد داشتند. در سنه صفحه 1015. و خلال با سند صحیح از امام احمد از ابن عیینه یادآوری نمودند و گفتند که شنیدم که میگفت ایمان زیاد می شود. و شنیدم که ابا عبدالله گفته است از صوفیان شنیدم که فرمودند که هر کی گوید که ایمان کم می شود ملامت نمی شود. در سنه صفحه 1016. و خلال با سند صحیح از یحیی ابن معین روایت می‌فرماید که گفتند که ایمان سخن و عمل است، قول و عمل است، کم و زیاد می شود. و از عبدالله ابن احمد نقل میکند که اسامه ابن محمد ابن ابی شیبه روایت میکند از ابن ادریس، از جریر، از وکی درباره ایمان میگه پرسیدم و گفتند ایمان کم و زیاد می شود. و همچنین با سند صحیح از موسی ابن اعیون جزری نقل میکند که میگوید از عبدالکریم ابن مالک جزری و حاسف ابن عبدالرحمن شنیدم که میگفتند ایمان کم و زیاد می شود. و در صحیح بخاری یک باب را زیر عنوان این که باب زیاد و کم شدن ایمان، این بخاری ذکر نمودند زیاد و کم شدن ایمان، باب در بیان زیاد و کم شدن ایمان ذکر نمودند بخاری رحمت الله علیه و آیات های قرآنی را در آنجا ذکر کردند. در بیان قول الله سبحانه و تعالی در سوره کهف که فزدناهم هدى و بر آنها هدایت را افزودیم، ایمان آنها را زیاد کردیم. و یزداد الذین آمنوا ایمانا و بر ایمان مؤمنان افزودیم. و قول الله سبحانه و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را برایتان کامل کردم، در سوره مائده. پس هنگامی که چیزی از کمالیت، از کمالات اگر ترک شود آن ناپورا و ناقص میگردد. پس این آیت هم سبب کم و زیاد شدن دلیل روشن قرار میگیرد. از حافظ عبدالعطا و حسن ابن احمد العطار در فتوایی که به امام عبدالعباس احمد ابن حسین مقری فرستاده است از عبدالرحمن ابن ابی حاتم با سند دروز روایت میکند که میگوید من از پدرم و ابو زرعه درباره مذاهب اهل سنت و اعتقادی که علما و در شهرهای مختلف داشتن حجاز، عراق، مصر، سوریه، یمن پیدا کردن پرسیدم و آنکه فرمود مذهب آنها این بود که ایمان عبارت است از قول و عمل که کم و زیاد می شود. در کتاب ذکر اعتقاد فی الزم اختلاف از آجوری رحمت الله علیه روایت شده است میفرماید که شنیدم که زبیر ابن عبدالواحد میفرماید شنیدم که یوسف ابن عبدالاحد الثقه میفرماید شنیدم که ربی میفرماید و شنیدم که شافعی رحمت الله علیه میگوید ایمان قول و عمل است، کم و زیاد می شود. در مناقب شافعی ابن بطه اکبری نوشته است که
در آنچه ابو عبید قاسم بن سلم در شهرهای گوناگون نام آنهای را که ذکر نمود که میگفتند ایمان قول و عمل است و کم و زیر می شود. در ابانه الشریعه در مجلد دوم ذکر شده است. پس بعضی از آنچه که ایمان را می افزاید، بعضی از آن چیزهایی که ایمان را زیاده می گرداند. در این سوال بسیار می شود چیکار کنیم که ایمان ما زیاد می شود؟ از نیکوترین چیزهایی که ایمانی بنده با واسطه آن زیاد می گردد این طلب علم شرعی است. طلب علم شرعی از دست عالمان اهل سنت و الجماعت. اگر هر کسی که به طلب علم شرعی افتاد و خود را مشغول این ساخت، البته که انشاءالله که وی موفق میگردد و ایمان افزایش ایمان خود را پی میبرد از روی اخلاص و اتباع پیامبر صلی الله علیه وسلم. اول طلب علم شرعی، آموزش علم، طالب علم واقعی شدن. دوم تأمل و تدبر در آیه های قرآنی، اندیشیدن در آیه های قرآنی. بلکه برای اندیشیدن در آیه های قرآنی تلاش نمایی که یک آیه رو چند بار بخونید تا که معنی آن رو درست بفهمید. اگر زبان عربی را نمیفهمید، ترجمه آن، تفسیر آن را از تفسیرهای مشهور، تفسیر سعدی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر میسر و دیگر تفسیرها پیگیری نما. و هنگامی که معنی آن را فهمیدی، سپس با فهم و درک معنی آن این آیه های قرآنی را تلاوت نما. تلاوت قرآن کریم. و همچنین دیگری از چیزهایی که ایمانی بنده رو زیاده می‌گرداند این بر کثرت ذکر یاد الله نمودن. همیشه زبان را با ذکر الله معطر ساختن از سبب‌هایی است که ایمانی بنده زیاده می‌گردد. و همچنین حاضر شدن مجلس‌های علمی، چون یک در گروه ها مثلا از اشتراک دارن خواهران برادران، این سبب زیاده شدن ایمان بنده می‌گردد. بجز نمازهای فرضی که در نمازهای فرضی تنبلی و ناقصی و کمبود نکنی، نمازهای نافله رو بیشتر کردن، از جمله نماز شب، اگرچه 2 رکعت هم باشد، از این شروع نما. اگر تماما نمیخواندی، در یک روز 2 روز 1 بار بخوان، سپس هر روزه، سپس باز زیاد شدن میگیرد. لذت نماز شب رو دریافت کن. سپس دیگری از سببهای زیاد شدن ایمان بنده این دعا و التجا از پروردگار عظیم و شان، دعا کردن. چگونه که روایت عبدالله ابن عمرو است در جامع صحیح، می‌فرماید که به درستی که ایمان در شکم یکی از شما کهنه می‌گردد. ایمان در شکم یکی از شما کهنه می‌گردد، چنان که لباس در بدن انسان کهنه می‌گردد. و فرمودند که پس الله متعال بخواهد که ایمان را در دلهایتان نو بگرداند. صلی الله علیه وسلم. دعا کردن، از او طلب نمودن. این از بعضی از سبب‌های زیاده گشتن ایمان بنده و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه. در اینجا از این کتاب مبارک از اصول سنت توقف میکنیم. اگر درس دیگر زنده و سلامت باشیم از این کتاب در بیان حکم ترک کننده نماز، که در امام احمد میگه که من ترک الصلاة فقط کفر، هر کسی نماز ترک نماید کافر شده است و هیچ عمل نیست که ترک کننده آن کافر شده شود مگر به جز نماز.
من ترک فهو کافر، هر کس این نماز رو ترک کافر میشود و احل قتل و الله قتل آن حلال دانسته است. از این نقطه، از این سخن امام احمد، ما در بیان بینماز و حکم آن و همچنین حکم بینماز، مسئله های مهم در بیان حکم ترک کننده نماز که در اینجا مسئله های مهم است و ذکر دلیل ها در بیان اثبات کافر بودن کسانی که نماز رو ترک می نمایند یا که نسبت نماز به اهمیت بی‌پروا هستند، اینها را ذکر می نمایند و همچنین قول علما ها را و قول مذاهب را و اتفاق امت را از سلف تا خلف هم را ذکر می نمایند باذن الله تعالی. اگر الله سبحانه و تعالی برای ما فرصت را نصیب بگرداند ان شاء الله و از جانب الله سبحانه و تعالی توفیق می طلبیم. اما موضوع دیگری که ما در دست داریم، چگونه که بر همگان معلوم است، این آداب های طالب علم است. آداب های طالب علم که در این کتاب مبارک آداب های طالب علم از عبدالمحسن ابن قاسم، مؤلفش عبدالمحسن ابن قاسم است حفظه الله تعالی، امام خطیب مسجد مدینه منوره، که در مبحث پنجم قرار گرفته بودیم. در این مبحث پنجم الحرص علی الوقت، حریص بودن در وقت، استفاده وقت، و صبر فی طلب العلم، و صبر نمودن در طلب علم، و صحبت الصالحه و همنشینی صالح داشتن در حیات انسان. این اهمیت ویژه‌ای دارد. برای همین مؤلف این نقطه مهمی رو در اینجا برای ما ذکر نمود. ما تلاش می‌نماییم که هر یک اینها رو با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همدیگر بخونیم و این مسائل را از خود نماییم و از درگاه الله سبحانه و تعالی توفیق می‌طلبیم که بر ما دست بگیرد. اولا الحرص علی الوقت، حریص بودن طالب علم در استفاده وقتهایش. اقسم الله بالفجر والضحى والعصر والنهار والليل. الله سبحانه و تعالی به فجر قسم خورد، به ضحا قسم خورد چاشت، به عصر قسم خورد و به شب و روز هم قسم خورد. تذکیرا لاهمیت الزمان، به خاطر چی الله سبحانه و تعالی بر این روزها، بر این وقتها قسم خورد، بر فجر، به ضحا، به چاشت، به عصر، به شب و روز، تا اهمیت زمان را دانشجو و طالب علم یادرس شود. پس سرمایه تو در آخرت همان است که تو آن را در این دنیا انجام میدهی. برادر گرامی و خواهر گرامی قدر، سرمایه تو در آخرت همان چیزی است که تو امروز برای آن تلاش داری. پس بر حالت بینگر که تو به سوی چی تلاش داری. الله قسم یاد کرد در اینجا. پس این وقت یک نعمت و یک امانت است. الله در اینجا بعضی از وقتهای معین رو، فجر، ضحا، عصر، شب و روز، قسم یاد کرد تا بر انسان فهمانده شود که این زمان اوست و این زمان را به ارزش قرار ندهد و اینکه از این زمان استفاده برد برای آخرت خود سرمایه بگیرد. عملهایی که تو را در این دنیا موفق و در آخرت خوشحال و خوشبخت می‌گرداند. این وقتی که در این دنیا سپری کرده ایستاده‌ای. پس نتیجه آن اگر این وقت تلف شد، دیگر تو آن را جبران کردن نمیتوانی، چون آخرت میدان جمع آوری است دیگر. پس نتیجه در اینجا تو حاصل رو میکاری و در آخرت هرچی که داشتی جمع آوری میکنی. برای همین شیخ میفرماید در نقطه دوم احفظ وقتت رو حفظ کن، واغتنمه بما ينفع،
و آن را در چیزهای سودمند غنیمت بیشمار. قال نبی رسول الله فرمودند احرص علی ما ینفعک، حریص باش در آن چیزی که بر تو نفع میرسد. و استعن بالله ولا تعجز، و از الله کمک بخواه و ناتوانی نکن، ناتوانی نشون نده. حفظ وقت خود را در کارهایی باید سپری نمایی که بر دین تو، بر دنیای تو، بر اخلاق تو، در علم تو، در سلامتی رزق و روزی تو فایده بخشد. حریص باش در آنچه که بر تو فایده میرساند. اول مقصدهای فایده آور را انتخاب بکن، سپس برای انجام آن تلاش نما، حریص باش و در آخر از الله سبحانه و تعالی کمک بخواه. و در نقطه آخر پیامبر چی گفت؟ ولا تعجز، ناتوانی نشان نده، تسلیم مشو، تنبلی مکن. بدتر انجام میدی هم با گفتار نه، بلکه آن را در حال انجام میدی. و بدون که مسلمان همیشه بین دو چیز در حرکت است، بین عمل و توکل بر الله سبحانه و تعالی. و مؤلف می‌فرماید که من اسباب نبوغی من نبغ من العلماء، از سبب‌های برجسته شدن کسی که از میان علما برجسته شد، که آنها عمرشان را با حفظ زمانشان و همنشینان دوستان صالح که آنها را با طاعت پروردگارشان یاری می‌دهد سپری می‌کردند. پس سبب برجسته و بزرگ شدن علماها که نام آنها در این عرصه جهان می‌درخشد، حفظ وقت، همنشین صالح. بسیاری از آن عالمانی که درجات بزرگ و مرتبه عالی را داشتند، استعدادشان از دیگران فرق نداشت، اما آنها وقت خود را در بیهودگی سپرده می‌کردند. با آدمانی می‌نشستند که آنها را با طاعت عبادت الله نزدیک می‌کرد، نه اینکه آنها را از الله دور بسازد. برای همین دوست یا تو را بالا میبرد یا تو را سوس میکند و میافتاند. پس کسی که علم میخواد باید با نشستن در اهل علم و آموختن علم و کتابخوانی و گوش دادن درس‌ها باید عادت بکند. از بیهودگری، بیهوده سخنی، بیهودگویی دور باشد، از بیهودگویان دور باشد. پس برای پیشرفت تنها کوشش بسنده نیست، مهم وقت رو استفاده بودن و توکل به الله سبحانه و تعالی. کما ان حفظ الوقت سبب فی تحصیل العلم، برای هم میگه همچنین حفظ وقت سبب است برای به دست آوردن علم. و اختیار مکان خالی و شواغل ذهنی سبب فی اغتنام وقت. پس انتخاب جای خالی و از چیزهای پریشان کننده، سببهای پریشان کننده دور شدن برای غنیمت داشتن وقت خود و استفاده بودن آن، برای حفظ و فهم اینطور کمک می‌نماید. ابن جوزی می‌فرماید که لا يحمد الحفظ بحضرة حضره، حفظ در حضور سبزه زیبا نیست و در ساحل دریا نیست، زیرا این زیبایی بر انسان غلبه میکند. پس خالی بودن ذهن، آرامی مهم است، تمرکز در اینجا به دست می آید. پس چرا جای آرام لازم است؟ چون پریشانی خود را دور می سازد، پراکندگی ها را یک طرف می کند
خاطره انسان را دقیق می نماید. اگر چیزی باشد که تو را پریشان کرد، از آن علمی که میخوای به دست بیاری آن را از دست میدهی و وقت تو بیهوده صرف مینمایی. از پریشانی ها دور کردن خود، از پریشانی ها دور بودن سبب نیکویی و در علم انسان افزایش میبخشد. میفرماید که من حفظ وقته رزقه الله الاخلاص. هر کسی که وقت خود رو حفظ نمود، الله متعال اخلاص را در عملش رزق میدهد، میگرداند و در عملهایش برکت پیدا می شود. ابن قیم رحمت الله علیه میفرماید که وقد شاهدت من قوة شیخ الاسلام ابن تیمیه وقد شاهدت من قوة شیخ الاسلام ابن تیمیه من از قوت شیخ الاسلام ابن تیمیه مشاهده کردم، دیدم در کلامش، در اقدامش، در قدم گذاریش، در نوشتن او چیزهای عجیبی رو مشاهده کردم، دیدم. ابن قیم میگوید فکان یکتب فی یوم من تصنیف ما یکتب ناسخ فی جمعه. میگوید من از شیخ الاسلام چیزهای را مشاهده میکردم در سخنش، در رفتارش، در نوشتنش، در خواندنش عجیبی رو. او چیزی را در یک روز کتابت میکرد مینوشت که نویسنده ماهر این رو در یک هفته مینوشت. نویسنده ماهر این رو در یک هفته مینوشت. این سخن ابن قیم در کتابش وابل الصیب ذکر کردند رحمت الله علیه. یعنی که الله چنان در علم وی در وقت وی برکت رو عطا کرده بود که در یک روز عملهای زیادی رو انجام میداد که دیگران این عمل رو در یک هفته انجام میدادن. این رو برکت میگویم، نه تنها سرعت بلکه ثمره که اساس آن اخلاص است و استفاده وقت و بی‌پروایی نکردن در آموزش علم. سپس عبدالمحسن ابن قاسم رحمت حفظه الله تعالی میگوید که الصبر فی طلب العلم، صبر نمودن در طلب علم. خصوصیت دیگری که طالب علم باید در خود داشته باشد صبر نمودن در طلب علم. طالب العلم یبذل وسعه فی طلب العلم. طالب علم باید در راه طلب علم زحمت و رنج بکشد. کما بذل علماء الاوائل، چگونه که چطوره که علماهای پیشینیان برای به دست آوردن علم زحمت کشیدن و به ما این علم رو رسانیدن، چون آنها جد و جهد داشتن، کوشش داشتن. و شیخ میفرماید که مما یذکر عن بعضهم، چگونه که از بعض از آنها ذکر می شود، مما لاقوه من مشاقی، چگونه که میگه در راه علم از آنها ذکر می شود چگونه مشقت های رو در راه طلب علم دیدن، کشیدن. ما یعتی، اون چیزی که می آید. ابو حاتم رازی ذکر می شود که آن راههای خیلی زیاد رو از برای طلب علم طی میکرد.
او مسافه زیاده از 4280 کیلومتر را خود حساب کرده است. سپس دیگر حسابش را قطع کرد. شهرها را از برای طلب علم طی میکرد. در آن زمان با پیاده فاصله های زیادی رو بین شهر و شهر طی میکردند. گفته میشه که 5585 کیلومتر طی کرده است و ذکر شده است که زیاده از 13865 کیلومتر را برای طلب علم پای پیاده طی کرده است. و خود سفرهایش را چنین وصف میکند و میفرماید که سال اول که برای طلب علم حدیث بیرون شدم 7 سال حساب میکردم. 7 سال. که با پایم راه میرفتم. میگه که 180,000 فرسخ راه رفتم. دیگه پس دیگه از شمردن خسته شدم، ترکش کردم، دیگه حساب نکردم. میفرماید که از جرجر که خزاعه است، از حجاز تا مصر پیاده رفته است. سپس به رمله، سپس به دمشق، سپس به انطالیا، سپس به ترتوس، سپس به حمص برگشت. از آنجا به رقه رفت، سپس از آنجا به عراق رفت. که همه این سالها برای انسان لازم است که سفربر شود. امام بخاری رحمت الله علیه میگوید که به نزد آدم ابن ابی ایاس رفتم، دیر کردم و نفقه من تمام شده بود، پولش تمام شد. تا آنجایی که 2 روز بود که من چیزی نخورده بودم، پولش تمام شد. در طلب علم است. 2 روز میگه من چیزی نخوردم و هیچ کس رو نمیشناختم که نزد او بیروم. میگه صاحب خانه که در آن بود میگه من رو ندید و روز سوم میگه نزد او رفتم و خود رو به او گفتم، حال خود رو به او گفتم. پس برای من 1 دینار داد میگوید و گفت که به نفس خود اعتماد کن. ابو حاتم رازی میگوید که در سال 400 در حالی که 23 ساله بودم 8 ماه به بصره رفتم. در بصره 8 ماه ماندم و میگه در نفسم قرار داده بودم که 1 سال بمانم، اما میگه نفقه هم تمام شد. نفقه هم تمام شد در مورد این 8 ماه تا جایی که مجبور شدم که لباسهایم را بفروشم. لباسم بفروشم. میگه تا آن جایی را که بی لباس ماندم، لباسهایم فروختم از برای درای طلب علم تا که نفقه نمایم، طلب علم نمایم. زهری انصاری میگه که در دیارم از دیارم بیرون شدم هنگامی که جوان بودم و خود را از هر چیز از امرهای دنیا دور کردم و به چیز از امرهای دنیا دل نبستم، بلکه میگه قلبم را تنها به حفظ علم، آموزش علم مشغول گرداندم.
چنان خود را به حفظ علم، آموزش علم مشغول گردانه که در مسجدها دائم گرسنه بودند. دائما در مسجدها گرسنه میگشتند. و وقتی شبانه میشد به جای یک بیزات میگویند جایی که در آنجا طعام پخته میشود، میگه به همونجا میگه میرفتم و هرچی از پس مانده در آنجا اگر میافتم، در اینجا در این آشپزخانه، از گل دیگها، از زمین میشستم، میگه آن را میخوردم. میگه آنچه که میافتم از نان دهم پستر بود، نان خوبتر بود یعنی، ولیکن در آن صبر میکردم. میفرماید که سالها در چنین حالت بودم، سالها در چنین حالت بودم. از امام احمد روایت شده است که در نزد یک نانپز در یمن کار میکرد تا از او رزق بگیرد، طعام بگیرد. میگوید که امام احمد پایافزال خود را در نزد یکی از نانبای خانه ها در قرض گذاشت، در گرو گذاشت، تا اینکه طعام بدهد امین نانپز خانه برای نان بدهد و از آن نان بخورد و طلب علم خود را انجام بدهد. پایافزال های خود را. و نفس خود را از مردم و از زیبایی های مردم دور قرار داد. و در ترجمه امام بخاری از عمرو ابن حفص اشقر گفته است که ما با محمد ابن اسماعیل بخاری در بصره بودیم. در بصره بودیم، حدیث می نوشتیم. نکتب الحدیث. میگوید ما روزهای امام بخاری را گم کردیم، نیافتیمش و در پی جستجوی او برآمدیم و بخاری را در خانه اش یافتیم. در خانه امام بخاری در خانه یافتیم، در حالی که عریان بود، بی لباس بود. بعد درستی که آنچه که در نزد او بود هر چیزش تمام شد، چیزی از او باقی نماند. حتی لباسهای خود را فروخت برای طلب علم. چند روز ما او را گم کردیم. از پای جستجویش رفتیم کجا شد امام بخاری؟ در خانه‌اش او را بی لباس دیدیم. وقتی او را بی لباس در خانه‌اش، میگن ما جمع کردیم، با همه کسا پول جمع کردیم برای امام بخاری. میگن درهم‌ها جمع کردیم برای امام بخاری تا که برای وی لباس بخریم و طعام و شراب همچنین، تا که با همراه ما از برای کتابت حدیث بیاید. در حالی که در یمن بود. حافظ ابن کثیر میگوید که از امام احمد سرقت ثیابه، لباسهایش دزدیده شد. در یمن بود، لباسهایش دزدیده شد و در خانه‌اش نشست و درش تک تک شد. هنگامی که لباسهایش دزدیده شد، که در یمن بود، در خانه خود نشست دیگر و در خود را بست، دیگر لباس نداشت. وقتی که یارانش ابن کثیر رو گم کردن، به نزدش آمدن، از او پرسیدن کجاست؟
نزد او آمدند و از حالش پرسیدند و ابن کثیر آنها را از خانه بیرون کرد، دور کرد و این یارانش از حالش پی بردند، حالش را فهمیدند، به او طلا پیشنهاد کردند. قبول نکرد. فقط یک دیناری را گرفت. که با همون دینار حاجتمندیش رو بخرد و از پی تعلیماتش بشود. پس علماء چنین مشقت و چنین رنجی رو میبردن در بیان اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی. پس این از این سلف صالح رحمت الله علیه که این روزها در عرصه جهان آنها پیروز می‌درخشد. علم را برای ما آورده رساندن و همین قدر این علم را دانستن در کار است، با آموزش، با خوانش، با تعلیم گرفتن. که برای یک مسئله عمری خود رو سپری میکردن، شهر به شهر پیاده مسافه را طی میکردن. چون علم به راحت به دست نمیاد، علم به مشقت، مشکلی ها، صبر. حتی جوانی خود در اینجا صرف نمودن تا که به دست آوردن علم. به نزد استاد میرفت، دیر میمون، نفقه تمام میشد، گروزنگی رو برداشت میکرد، اما علم رو ترک نمیکرد. تا طلب علمش سست نشود و این راه را خاتمه ندهد. گاهی میشود که طلب علم بین راحت و بین مشقت انسان اختیار قرار میگیرد. یا راحت رو انتخاب نمایی، طلب علم ترک می نمایی، یا مشقت رو انتخاب نمایی، طلب علم نمایی. همین است که بیشتر از مردم راحت رو انتخاب می نمایند، طلب علم رو ترک می نمایند. نفس است که عیش و ناز میکند، ولیکن این رو بستن در کار. در ایام جوانی دنیا رو پشت سر میکردن، تمام دقت رو به علم میدادن. حتی در مسجد ها گفتن گرسنه نشستن، شبانگاه میرفتن پس از پی جستجوی طعام، شاید از در داخل دک چیزی مونده بود، شاید از دک غلطی چیزی مونده بود، گرفتن میشستن آن را تناول میکردن. پس در طلب علم باید انسان همت داشته باشد، شرم نداشته باشد، با کار حلال سبب ادامه کارش بگردد، طلب علمش بگردد. بارک الله فیکم. سپس مؤلف نقطه سوم را در بیان طلب علم میگوید: طالب علم و صحبت الصالحان. من اسباب الثبات على الایمان، از سببهای استوار ماندن در ایمان صحبت صالحه، صحبت صالحان است، همنشین صالحان است. و این مخصوصا در زمانهای فتنه اهمیت بیشتر دارد، مخصوصا برای کسی که علم آموزد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: المرء علی دین خلیله، آدم، انسان در دین دوستش است. فلینظر احدکم من یخالل، پس هر یکی از شما بنگرد که با کی دوستی میکند. پس دوستی در حیات انسان، در عادت، در سخن، در نگاه، در رفتار، در همه کارش تأثیر میبخشد. پس چرا در زمین فتنه مهم است شخص میگوید؟ زیرا فتنه هنگامی که پهن شد حق با باطل آمیخته می شود، شهوت با شبهه آمیخته می شود.
انسان تنها زود مانده می شود و شکسته می شود. راهش را گم می کند. برای همین در این حالت فتنه باید انسان استوارانه قرار بگیرد. و حدیث رسول الله را فراموش نکنید که آدم در دین دوستش است. با کی دوستی داری؟ دوست تو را دگرگون می سازد. با اهل بدعت دوستی داری، از جمله آنها قرار می گیرند که همنا می شوی. با اهل فسق دوستی داری، با آنها قرار میگیری، از جمله آنها می شوی. از همه آنها باید انتخاب دوست مهم است در حیات، خاصه در طلب علم. سپس می‌فرماید که از مهمترین، از همنشین صالح انسان هرگز و هرگز بی‌نیاز نمی شود، بی‌نیاز نمی‌ماند. چگونه ای که رسول الله صلی الله علیه و با دوستش ابوبکر صدیق گفته، همراه در غار بودن، اذ یقول لصاحبه، پیامبر با صاحب با دوستش گفت لا تحزن ان الله معنا، غمگین نباش، الله با همراه ماست. دوست صالح چگونه در حیات انسان منفعت های نیکو میرساند. غمگین نباش، الله با ماست. اما دوستی اگر بد باشد، برخلاف این را برایت میارد که انسان را از راه حق دور میسازد. پس همنشین صالح در همه حالتهای تو به تو سود میرساند، فایده میرساند. چون پیامبر را گفت غمگین نباش، همان الله که با ماست. ترس را از او دور کرد، آرامش را در قلب او جایگیر کرد، دلش را با توکل پیوست نمود، امیدش را زنده گردانید. ترسش را با پروردگار پیوست کرد، تو را با یاد الله میرساند. برای همین در حدیث که رسول الله فرمود که مثل الجلیس الصالح و سو که حامل المسک و نافخ الکیر، مثال همنشین نیک و همنشین بد مثل فروشنده مشک و دمنده آهنگر. آهنگر در آهن میدمن پف میکنن که مثل هم است. دوستی صالح حتما برای تو که مسک فروش است، برای تو حتما اگر نزوی برای تو یکم چی هدیه میدهد، همه نیست؟ حتما برای تو یکم چی هدیه میدهد. دوستی صالح برای تو مصلحت میده، دعا میدهد، کمک مینماید، یا از تو فایده میگیری، علم میآموزی، تجربه او رو میگیری. چون نزد دوستی مسک فروش روی، بر تو حتما هدیه میدهد. اگر هدیه ندهد، نزد او رفتن از بوی او تو هم خوشبو میگردی. از اخلاق دوست نیک تو اخلاق میگیری، تأثیر او به تو میرسد. اما آهنگر باشد، به نزد او رفتی حتما میسوزاند، تو را لباس تو میسوزاند. نزد دوستی بد رفتی، آبرو، دین، اخلاق و وقت رو از دست میدهی. یا حداقل اگر این رو از دست ندهی، آبرو، دین، اخلاق و وقت رو اگر از دست ندهی، بوی بدی آن به تو میرسد. گناه، غیبت، بیهودگویی، عادتهای زشت در تو تاثیر میکند. با او بنشین حتما باید کسی را غیبت نکند، غیبت باید در تو گناهش تاثیر میبخشد. پس از فایده های همنشین صالح این است که کسی که با آنها منشیند بدبخت نمی شود و هر که در مجلس نشیند که در آن ذکر یاد الله است، گرچه خود اگر گناهکار باشد گناهش بخشیده می شود. انسانی که در مجلس علمی می نشیند گناهش بخشیده می شود. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسائل برای ما روشن بیان کردند.
فرمود که ان لله تبارک و تعالی ملائکتا سیارتا، به درستی از برای الله سبحانه و تعالی فرشتگانی هستند که در راهها میگردند. یتتبعون مجالس الذکر، مجلس های ذکر رو پیگیری میکنند و هرگاه مجلسی رو بیابند که در آن ذکر است یکدیگر رو دعوت میکنند باز و با بالهای خود این مجلس رو احاطه میکنند تا بین آنها و آسمان دنیا رو پر میکنند و وقتی که جدا میشوند به بالا میروند به آسمان. الله که داناتر است از آنها میپرسد کجا آمدید؟ میگویند از نزد بندگانی که از بندگان تو که در زمین هستند، آن بندگانی که تو را تسبیح یاد میکردند که الله این را از این باخبر است. حمد و سپاس و ستایش تو رو میکنند، یگانه بودن تو را اعتراف و اعتقاد میکنند و از تو میخواهند، میپرسند. و الله میپرسد که چی میپرسند؟ سید ملائک میگوید چی میپرسند؟ میگوید ای پروردگار آنها بخشش تو رو میپرسند. الله میگوید که آیا آنها از تو بهشتی تو را میخواهند؟ این بندگان در این حال الله میپرسد که آیا بهشتی ما رو دیدن؟ میگویند نه ای پروردگار. و میگویند که پس اگر آن را ببینن چی میشد؟ اگر آن را ببینن چی میشد؟ بهشت رو که ندیدن این بهشت رو میخوان، اگر آن را ببینن چی میشد؟ ملائک میگویند که بیشتر آرزو میکردن و بیشتر تلاش میکردن برای این بهشت. و الله میپرسد از چیز پناه میبرند این بندگان؟ میگن از آتش توی پروردگار پناه میبرند. الله میگه آیا آن رو دیده اند؟ میگوید نه ندیده اند. میپرسد آیا اگر میدیدن چی میشد؟ میفرمایند ملائکه ها بسیارتر میگریختند و سختتر از الله طلب میکردن، پناه به سوی الله میبردن، پناه به سوی تو میبردن از این آتش. و در اینجا الله میگوید که من شما رو از ملائکه گواه میگیرم که من آنها رو بخشیدم، آمرزیدم. من آنها رو بخشیدم. این گروه کسانی که در طلب علم هستند، در حلقه های علم هستند، من آنها رو بخشیدم. سپس یک فرشته میگه که ای پروردگار در میان آنها، در میانشون فلان بنده هست، در میان آنها تنها در میانشون فلان بنده هست که او تنها برای یک کار آمد و با آنها نشسته در آنجا، از برای یک کار ما در آنجا نشسته با آنها. هنگامی که الله سبحانه و تعالی گفت شما را گواه میگیرم که من آنها را آمرزیدم، کسانی که حلقه های علم رو پیشه میکنن، فرشته میگه ای پروردگار در میان آنها فلان بنده است که او تنها برای کار آمد و با آنها در آنجا نشست. میگه آن گفت که الله میگه آنها گروهی هستند که همنشین آنها بدبخت نمیشود. آنها گروهی هستند که همنشینی با آنها بدبخت نمیشود. پس این حدیث برای بیان مجلس های ذکر است. الله فرشتگان رو میفرستد، اهل مجلس ها احاطه کردنش هست، سپس به نزد الله بر میگردن، خبر رو میرسونن. الله آنها رو میپرسد
حتی کسی که برای کار آمده باشد و نیت ذکر و طلب علم نداشته باشد، از برکت آن همنشین ها برکت میگیرد. توبه میکند، راه مییابد، دلش ملایم میشود هنگامی که با آنها با صالحان میشیند، با اهل علم میشیند. سپاس شیخ میفرماید که اگر از دوستت همنشین صالحت برای چیز ناپسند آمد، از اخلاقش ظاهر شود، باید صبر کنی، زیرا همنشین صالح از بعض عیبها خالی نیست. همنشین صالح هم دارای عیبها هم هست. بعضی از عیبهای همنشینی که داره در او میبینی او تو را خسته نکند، باید تو صبر کنی. چون الله میفرماید که واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك، نفست رو صبر بده و با کسی صبر کن که صبح شام پروردگارش را میخواند و رضای او الله سبحانه و تعالی را میخواهد. ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر این قول الله سبحانه میفرماید که اجلس مع الذین یذکرون الله، بنشین با همراه آن کسانی که الله را یاد میکنند. الله را یاد میکنند، با همراه آنها بنشین. با آنها چسب، همراهان آنها باش، از آنها روی نگردان برای ظاهر دنیا یا منفعت دیگری. با ذکر کنندگان باش، با اهل علم و طالب علمان حیات بسر ببر. عیبهای او را تحمل کن. اما اگر عیب او اگر دین را ویران کننده باشد، به مثل بدعت، فسق، دعوت به سوی حرام، از آن حتما دوری بجو، از او بگریز اگر این گونه عیب ها در او شخص دیدی. و کل صداقت فی الدنیا تنقلب عداوة یوم القیامه. هر دوستی که در این دنیا هست در روز قیامت به دشمنی تبدیل می‌یابد. هر دوستی که در این دنیا هست در روز قیامت به دشمنی تبدیل می‌یابد. مگر غیر از دوست تقوادار که دوستی با تقوا و دیندار فایدهش در این دنیا و آخرت برای انسان ادامه یابنده است. و الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. برادران در آن روز بعضیشان به بعض دشمن همدیگر هستند. الا المتقین، مگر متقیان، مگر پرهیزگاران. پس دوستی که برای منفعت، برای گناه، برای هوس، برای آبرو، برای گروه بازی، برای نمیدونم حزب و رویت ها، برای گمراهی ها، برای بدعت ها، برای زلات ها شده است، این در روز قیامت بر دشمنی تبدیل می شود. اما دوستی پرهیزگار، اطاعتکار، نصیحتگر، امر بر معروف، نهی از منکر، اینها هستند که در این دنیا برای تو کمک کردن، در آخرت هم برای تو دوست و یاور قرار میگیرن.
پس دوستی حقیقی آن است که تو را به سوی نجات راهنمایی میکند و از هلاکت تو را دور میسازد. و نقطه آخران میفرماید که و فی الارض محشر، در صحرای محشر وقتی که آفتاب به اندازه 1 میل پایین می شود، نزدیک می شود به اندازه 1 وجب یا که 1 نیزه، آن هنگام است که الله سبحانه و تعالی مؤمنان متقی را زیر سایه خود، سایه‌ای که الله سبحانه و تعالی می خواهد، سایه می دهد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: سبعة یظلهم الله فی الظل یوم لا ظل الا ظله. 7 نفر کسانی هستند که الله آنها را در زیر سایه خود سایه می‌دهد، روزی که دیگر در آن روز هیچ سایه‌ای نیست. یکم پیشوای عادل، حاکم راهبر، امیر عادل، جوانی که در اطاعت پروردگارش نشأ و نما یافته است، مردی که دلش بر مسجد بسته است، 2 مردی که تنها به خاطر الله یکدیگر را دوست می‌دارند، برای او جمع می‌شوند و برای او جدا می‌شوند، و مردی که زن صاحب منصب و زیبا او را دعوت می‌کند و او می‌گوید که من از الله می‌ترسم، مردی که صدقه می‌دهد و آن را پنهانی صدقه می‌دهد تا حدی که دست چپش نمی‌داند که چی خرج کرده است، مردی که در تنهایی الله را ذکر و یاد می‌کند در حالی که چشمانش اشک می‌ریزد. در روز قیامت سخت‌ترین، الله گروهی را این روز سخت‌ترین، الله گروهی را مخصوص در زیر سایه قرار می‌دهد. در بین آنها 2 مردی که به خاطر الله دوستی کردند. پس جمع شدن برای الله این رحمت است. جمع شدن برای گناه این نقمت و بدبختی است. برای علم، نشر خیر، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. در اینجا درس رو بهتون میرسونیم از این درس مبارک از کتاب آداب طالب علم. اگر زنده و سلامت باشیم با درس‌های دیگر انشاءالله که باز وا خواهیم خورد و این درس‌های مبارک خود را باز ادامه خواهیم داد. اگر کسی یگان سوال داشته باشد مرحمت، یا کسی یگان سوال دارد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر یگان سوال باشد مرحمت کنید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.